سلام به همه اساتید خبره فن موشکافی. سوال امشب اینه آقا، بالاخره خط آخوندا تو منطقه چیه؟ قایق زبار در رفته ولایت تو طوفان منطقه‌ای به چه سمتی میره؟ از یه طرف علی گدا اینجوری شاخشونه میکشه. نکته بعدی این است که چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید. از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین همواره مورد حمایت ما خواهند بود. از اون طرف مام جواد ظریف با لب و لوچه زهرآلود پا میشه میره لبنان و صاف صاف تو فیس حسن نصرالله نگاه میکنه و از این حرفا میزنه. بیگمان مهمترین دیدار ظریف با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بود. دیداری که طی آن ظریف خاطر نشان کرد که توافق هسته‌ای آثار مثبتی بر تحولات منطقه خواهد گذاشت. وی همچنین تأکید کرد با گفتگو و دیپلماسی میتوان مشکلات جاری کشورهای منطقه را به سوی امنیت و آرامش و وحدت تمامی طیف‌های سیاسی راهنمون ساخت. ظاهرا این مام جواد بخت برگشته رفته به نونخور پکر آخوندا بگه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. یعنی نه این که دلشون نخواد بمب و موشک به طرف بدن، نه، حرف مام جواد ظریف اینه که با این قطعنامه و زهر تحمیلی و اوضاع پتال ولایت دیگه مثل قبل نمیتونیم ترانزیت موشک را بندازیم و سر کی سر شل کنیم. یعنی خلاصش دست و بالشون بسته است. خاورمیانه این روزها در حال ورود به مرحله جدیدی است. در رأس این تغییر و تحولات، تغییرات در سوریه سرعت خواهد گرفت. هرچند نتیجه قطعی بحران سوریه هنوز مشخص نیست، ولی این احتمال وجود دارد که ایران برای ایجاد آرامش در سوریه مواضع جدیدی اتخاذ کند. ممکن است طرفین بحران سوریه بر رفتن بشار اسد به تفاهم برسند. بفرمایید. سوال بنده دقیقا همینه. بالاخره حرفای این باند جام زهری رو باور کنیم که حالا دیگه غزل خداحافظی بشار گردن دراز رو هم دارن میخونن، یا عربده کشیای این پاسدار جعفری رو باور کنیم که هنوز تو فاز چریدن تو منطقه و هارت و پورتای قبل از زهرخوریه. برخی افراد میگفتند نظام اسلامی مستقر شده و حالا باید مردم خود را اداره کنیم و به ما ربطی ندارد که در کشورهای دیگر چه اتفاقی میافتد. این همان شعار خطرناکی بود که برخی افراد بیان میکردند و چفیه‌ای که بر دوش رهبر انقلاب قرار دارد برای مقابله با همین تفکرات است. باید از حالت پیشرونده و پیشبرندگی انقلاب دفاع شود. جواب این سوال بنده یک کلام بیشتر نیست. زهر. آقا جون، زهر. اون چفیه‌ای که رو دوش علی گدا هست هم این روزا بد جوری زهرمال شده. بله، از اینجا به بعد همه چی آخوندا رو باید از فیلتر زهرخوری عبور داد. گذشت دوره قداره کشی و الدرم بلدرم. حالا دیگه طرف حسابای غربی آخوندا هم حساب کار دستشون اومده و وعده های پشت پرده آخوندا رو اینجوری رو میکنن. به شما این را میگویم که با توجه به تجربه‌ای که ما در چند سال مذاکره با رژیم ایران داشته ایم، آنها به من گفتند اگر ما این توافق را به انجام برسانیم، در آن صورت آماده ایم بنشینیم و در مورد موضوعات منطقه‌ای مذاکره کنیم و ما ممکن است بتوانیم بر سر موضوعات در نقاط مختلف کار کنیم.
من همکنون پیامی امروز از ایران دریافت کردم. ظریف در بیروت در ملاقات با مقامات دولت آنجاست. میدانید هفته گذشته کجا بود؟ وی در کویت و قطر بود. وی با آن کشورها رابطه برقرار می کند. اصل قضیه همینه. هارت و پورت علی گدا و باقی نوچه هاشم یا واسه سرخ نگه داشتن صورتشون با سیلیه، چون جواب بسیجی و ریزشی های منطقه‌ای رو نمیتونه بده، از عمامه ولایت هم نمیتونه بگذره، اما از طرفی هم داره خفه میشه. جام زهر منطقه‌ای یعنی همین. تازه این هنوز اول کاره، جام زهرهای اساسی تر تو راهه.